رسول الله بیان کردند، گفتند خبر زمین در روز قیامت بر خدا این است که میگوید فلانی ابن فلانی در پشت من در فلان روز در فلان ماه در فلان ساعت فلان و فلان عمل را انجام داد. استغفر الله، سبحان الله. همین زمینه که الحال شما بالای او نشستگی هستید، همین زمینه که بالای او شما نماز میخوانین، این زمین روز قیامت به ان ربک اوحی لها، خداوند وحی میکند، این زمین از زبان میدهد برای همه ما و شما شاهدی میدهد کیها چیها کردند، همگی را در نزد خدا خبر میدهد. لحظه های نشستن شما را در مسجد خبر میدهد، لحظه های قدم های به سوی مسجد زدگی شما را در نزد خدا خبر میدهد. این تفسیر سوره زلزله هست. خوش به حال آن بندگانی که بالای زمین پاهای خود در راههای نیک، در راههای خیر با عملهای صالح انجام میدهند. خوش به حالتان که زمین او روز از جانب شما خوش خبرهای به خدای خود خبر میدهد و شما به سبب این عملهای صالحتان در آخرت نجات میابید. باور کنین عمل صالح در دنیا هم دستگیر شما میشود، در آخرت هم دستگیر شما میشود. من یک قصه را برای شما بیان میکنم که در دنیا عمل صالح چگونه آدم دستگیر میشود. بعدا انشاءالله موضوع ما شروع میکنیم. رسول اکرم که راوی این حدیث ابن عمر است، در کتاب صحیح بخاری در کتاب بیع این حکایت می آورد. میگوید روز پیغمبر خدا گفتند 3 نفر به سوی یک کوه به سفر برآمدند. عمل صالح را نتیجهش نگاه کنید، در دنیا فایدهش نگاه کنید. برآمدند. وقتی که به یک کوه رسیدند به ناگاه باران سخت بارید و این 3 نفر برای پناه یافتن از باران یک غار را یافتند و در همان غار هر 3 نفر داخل شدند. یک لحظه رسول اکرم میگوید این 3 نفر نشسته بود، به ناگاه یک سنگ کلان از بالا جر شد، لغژان آمد و دهن این غار محکم کرد. این 3 نفر در داخل در یک تاریکی قرار گرفتند و در حیرت ماندند. گفتند اگر حال به همین انجام یابد ما و شما هلاک میشویم، زیرا قوت ما برای بیراه کردن این سنگ نمیرسد. این سنگ خیلی سنگ عظیم از کلان است. و گفتند بیایید نزد خدای خود عملهای صالحی که در دنیا کردیم از برای خدا پیشنهاد میکنیم، شاید که برای عملهای صالح را انجام دادن ما و شما خداوند این سنگ را از بالای ما دور کنه. یکی از این 3 نفره چی گفت؟ پروردگارا تو میدانی من چند گاو دارم و این گاوها را چراندنی می بردم و در چراگاه شیر اینها را می جوشیدم، خاصه می آوردم، شب برای مادر و پدر خود تسلیم می کردم، باقی که اگر می گذاشت برای فرزند و زن خود می دادم. همین من فقط از برای خدای تو کردم. و شب میگه آمدم، در دستم شیر بود، نگاه کردم که پدر و مادرم خواب هستند. دیگر دلی من نشد که پدر و مادر بیدار کنم. همان ظرفی در دستم انتظاری کشیدم. فرزندهایم، زنم گریه میکردن، گرسنه بودن، لیکن من که احترام پدر و مادر خودم میدانستم، تا به پدر و مادر خود نمیدادم، بر زن و فرزند تسلیم نمیکردم. تا روز ایستادم، وقتی بامداد شد پدر و مادرم بیدار شدند، این شیر را به آنها تسلیم کردم، باقی او را بعد به فرزندهام عطا کردم. خدایا این حادثه را تو از من دیدی، من این خاطر شما و ترس شما کردم. خدایا به حرمت این عملی صالح
کمی این سنگ را از بالای ما دور کن تا که این آسمان سفید را ما بینیم. خداوند میگد این عمل که خالص از برای خدا بود، کمی این سنگ میگد بیراه شد، کمی روشنی در داخل غار پیدا شد. دویم نفر این میگد دست برداشت. خدایا گفت تو میدانی من یک دختر عمکی داشتم، بسیار به این دختر عمکیم علاقه زیچ داشتم، بسیار رفت آمده داشتم و حرکت من این بود که با این دختر عمکی خود یک جایه شم، زنا کنم. روز یک برادر سوال کردند در شبهای تراویح که من سخن شما را گرفتم با دختر عمکی و تقی خودم سلام نکردم، امروز اونا از من ملال شدند. میلش ملال شوند، خدا از تو ملال نشود، پیغمبر از تو ملال نشود، شریعت از تو ملال نشود. این حکایه، این حدیث پیغمبر خداست. این جوان اراده زنا داشت با دختر عمکی خودش. وقتی میگد این زن بر من پیشنهاد کرد که 100 دینار بر من میدهی، مرحمت من برای تو آن چیزی که میخوای آرزوی دلی تو را برآورده میکنم. با یک حال زاری میگه 100 دینار را پیدا کردم در دستش دادم. وقتی این دختر عمکی ما میگه به پشت غلطانیدم، در بین پایهای او داخل شدم، به ناگاه این دختر عمک میگه گشته گفت از خدا بترس، زیرا حال زناکار در قیامت خیلی شدید و خیلی سخت است. از خدای خود بترس، من دختر هستم، اگر میخوای بکارت مرا دور کنی به طریق حلال دور کن، بیا نکاح میکنیم بعداً مرحمت. وقتی میگه این سخن من شنیدم از این دختر عمکم که از خدا بترس، خدایا من از تو ترسیدم و در حالتی که در نزدیکترین وقت این کار انجام میدادم از جای خود خیستم و آن شلوار خدا پوشیدم و به خاطر تو از ترس تو از بالای این دختر عمک خود بیراه شدم. خدایا اگر این عمل به تو پسند آمده باشد، این سنگ را از بالای ما دور انداز. خداوند که میدانست که این عمل صالح بنده صالح بود، از برای خدا بود، کمی میگه با سنگ بیراه شد. سیوم این جوان چی گفت؟ خدایا گفت تو میدانی من یک کارگر را آورده در خانه کار فرماندم و حق او 1 کیلو گندم شد. وقتی من بر او کس دادم وی نگرفت، وی رفت. این کیلوی گندم او را من در زمین پرتافتم. آهسته آهسته از این 1 کیلو من به چندین گاو و به چندین گوسفندها رسیدم، حتی چوپانها خریدم. بعد زمانی چند این مرد آمد گفت حق مرا بده. من گفتم این چراگاه، این چوپان، این گاو، همه این از حساب تو است، از حساب همون 1 کیلوی گندمی که تو نگرفتی این من در زمین پرتافتم، همه این از همون حساب است. گفت مرا مسخره میکنی؟ گفتم نه مسخره نمیکنم، بلکه من از خدا میترسم، والله که این از حساب توست. همش گیر، همش میگه گرفت. این من خدایا از برای تو کردم، اگر این عمل من صالح باشد، بی ریا باشد، خدایا این سنگ از بالای ما دور کن. در زمان میگه سنگ از بالای همون غار بالکلی میگه دور شد که ما همگی از اون درون غار با یک آسانی و بی زحمت بیرون شدیم. ببینید عمل صالح در دنیا چگونه انسان نجات میدهد، در آخرت هم البته ما و شما را نجات میدهد. منم افتتاح سخنم همین بود که برادرای عزیز، یک روز بود، روز جمعه اول ماه رمضان بود. امروز جمعه آخری از ماه رمضان است. 1 ماه از حیات همه ما و شما گذشت. کار کنیم، بادروا بالاعمال صالحه را فراموش نکنیم. پیغمبر خدا گفتند در عملهای صالح سراسیمه باشین که حیات شما تیز میگذرد. چقدر حرکت کنین، هر روز هر ساعت غنیمت بشمارین، فقط در کار خیر در عملهای صالح استفاده کنین، زیرا که مرگ الموت یأتی بغتة، شاعر عرب میگوید مرگ ناگهان به سر شما میآید، دیگر شما در اون حالت توبه کردن نمیتوانید و عمل صالح را دیگر انجام دادن نمیتوانید.
مرگ هر لحظه در پیش خود ببینیم. میخواستم چند سوال های هست، این سوال ها را جوابش به شما میرسانیم ان شاء الله. جمعه آینده در باب باز همان نشانه های قیامت بر سمع شما میرسانیم. امروز باشد یک چند سوال است و باقیش در باب عید گپ میزنیم. السلام علیکم داملای شخصا برای من خیلی عزیز، خداوند پدر و مادر تو را داخل جنت گرداند. خواستم نامم را ذکر کنم لکن نامم کتابی نیست، ذکر نکردم. بعد جواب سوالم یک نام برای من بگذار، او را من انتخاب میکنم. این برادر یگان نام داشته است که غیر کتابی بوده است و از ما طلب کرده است یک نام خوب برای ما نصیب یعنی اعلان کن، همون نام من است. این برادر من وقتی مکتوبش خواندم خواستم نام این برادر عبدالرحمن، فراموش نکن. وقتی عبدالرحمن ما ذکر کردیم کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، این کراما کاتبین نام تو در همون نامه اعمال تو چگونه که در پشت یک دفتر ما و شما نام خود می نویسیم، در پشت کتاب تو می نویسد نام تو، دیگر اون اولا نه بلکه عبدالرحمن است و روز قیامت تو را به نام عبدالرحمن صدا می دهند. این برادر چی گفته است؟ میگویند که بالای سر پیغمبر خدا شکمبه پر از نجاست را پرتافتند. آیا این درست است یا نه؟ برادر عزیز، این حکایه اصل دارد. پیغمبر ما و شما بسیار عذابها کشیدند، بسیار رنجها دیدگی هستند. هیچ روز خوب رسول اکرم گذراندگی نیستند. جایگاه خوابی که امروز ما و شما نرم خواب میکنیم این گونه جایگاه خواب نداشتند. این طعامهایی که امروز هر گونه‌ای که ما و شما میخوریم این طعامها در پیغمبر خدا وجود نداشت و نمیخوردند. و این ساعتهای درازی که ما و شما استراحت میکنیم این استراحتها از بالای سر پیغمبر خدا برداشته بودند. یک مسئولیت کلان را رسول اکرم حس میکردند. حتی اسماء دختر ابوبکر صدیق، یک کیسه یادم آمد الحال اینا به شما میرسانم. اسماء دختر ابوبکر صدیق بودند. وقتی میگن از من پرسان کردند که سختترین و شدیدترین روزی مشقت پیغمبر خدا را میدانی یا نه؟ بچه‌ها التماس در حالت صحبت گپ نزنین، آمدین در یک جا بنشینین، جا کی شد انشاءالله بعدا جا میشود. اسماء چی گفتند؟ اسماء گفتند روز رسول اکرم در مسجد الحرام نماز میخواندند، مسجدی که الحال حاجی‌ها رفته زیارت میکنند. به ناگاه میگه یک توده مشرکین بالای سر این پیغمبر خدا هجوم کردند و هر کی هر خیل آزار در بالای پیغمبر خدا میداد. کدام او با شتم میزد، کدام او با دست میزد، کدام او توف میکرد، کدام او با زبانش لعنت میگفت، هر گونه آزارها میدادند این مشرکای عرب. صدا آمد، صدا بلند شد از داخل مسجد الحرام که یار محمد ابوبکر را فیراد کنید تا که این رفیق خود خلاص بگرداند. اسماء میگه ابوبکر نزد من بود، پدر من که بود نزد من نشسته بود و همان روز میگه 4 گیسوی میگه کشال کردگی داشت، یعنی 4 گیسو، 4 همون مویهای بافته‌ای که میگیم 4 موی بافتگی میگه خیلی زیبا میگه بافته بود و نزد من نشسته بود. وقتی این صدا را شنید میگه رفت حال پیغمبر که دید میگه حضرت گریان شدند، داد گفتند اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا مرد را شما قتل میکنید که فقط میگوید خدای من یک و یگانه است؟ با همین سبب، با سببی که میگوید خدای من یک و یگانه است، شریک ندارد، این بت‌های شما بیکاره است، با همین سبب یاری مرا قتل میکنید؟ این سخن وقتی میگه از ابوبکر شنیدند، همگی میگه بالای ابوبکر غور کردند، رسول اکرم بیراه کردند. اسما میگه ابوبکر وقتی به خانه آمد میگه همان گیسوهای کشالی که داشت میگه وقتی آهسته میگه میقپید گیسو خودش میغلطید، میگه از حساب بسیار کشیدن و از حساب آزار بسیاری که بالای سر ابوبکر دادن این گیسوها هم میگه دیگر بالای سر ابوبکر نماند. برادر عزیز،
ابوبکرم آزار کشیدن، عمرم عذاب کشیدن، عثمانم عذاب کشیدن، علیم عذاب کشیدن، تمام صحابای پیغمبر برای اسلام عذابها کشیدن، رنجها دیدن، جانهای خود چیکار کردن؟ جانهای خود از دست دادن. رسول اکرم میگه روز در مسجد الحرام بودن. این سوال جواب برادر است. عبدالله ابن مسعود روایتش میکند، در صحیح بخاری هم میگذرد، میگوید وقتی که سجده طولانی میکرد پیغمبر، سری خود که در زمین میگذاشت، به نهایت دراز سجده میکرد و گریه میکرد برای غم امتش. ابو جهل همراه میگد هشام و همراه عتیبه و همراه عقبه ابن معید، همراه ابی ابن خلف، 7 دشمن خدا میگه یک حلقه نشسته بودند. خیال شونم این عمل ابو جهل نگذشت. ابو جهل برداشتن آمدن بالای کتف پیغمبر خدا، این شکنبه را پرتافتن. چنان میگه شکنبه کلانی بود. عبدالله ابن مسعود میگوید که من خرد بودم، من اگرچه سین سالم کلان بود لکن جوسم که خرد بود، میگه من توانایی این شکنبه را از بالای پیغمبر بیراه کردن نمیتوانستم. لکن میگه صدا وقتی که به فاطمه رسید، فاطمه میگه گریان آمد و حال پدر خدا که به این صورت دید، شکنبه را میگه از بالای پیغمبر خدا بیراه کرد و با همان کرته و با همان لطه خود میگه شانه و روی پیغمبر خدا را پاکیزه میکرد. رسول اکرم وقتی که خیس از جای خود حالت دید، یک بوی نجاست در وجودش پرتافتگی، حضرت دستش برداشتن گفتن اللهم علیک قریش، خدایا تو را من گواه میگیرم با آنه که این عمل قریش نظر کن، این عمل اولاد مرا نظر کن. خدایا گفت پروردگارا اینها را در عذاب خودت گرفتار کن. دیری نگذشت میگه جنگ بدر شروع شد. این 7 طایفه در جنگ بدر کشته شدند. البته این حکایه حق دارد، حقیقت دارد. رسول اکرم آزارهای خیلی زیاد کشیدند. ما امتی بی پروا نشیم، ما امتی بی غیرت نشیم، امتی شیم که چگونه که رسول اکرم دلسوزی داشتند ما هم دلسوز باشیم. در عملهای پیغمبر خدا با دندانهای کرسی عملهای پیغمبر خدا را مستحکم بداریم. بر هر یک گپی هر یک دشمن خدا ما و شما فرسوده نشیم، دل شکسته نشیم. باید که دین اسلام را چگونه که با این مشقتها آوردند ما و شما با آسانی از دست ندهیم. عن ابو هریره رضی الله تعالی عنه قال قرأ رسول الله صلی الله علیه و سلم یومئذ تحدث اخبارها. حضرت ابو هریره که یکی از صحابه های خیلی عالی قدر پیغمبر خدا به شمار می رود، شاید که بر گوش همه شما ابو هریره صدا داده باشد، زیرا این از صحابه های هست که 5374 حدیث پیغمبر از یاد می دانستند و از همه صحابه ها دیده روایت کننده ابو هریره می باشد. حضرت یکی از نماینده های اصحاب صفه بودند که در مسجد پیغمبر خدا می نشستند. برای اینها زن، خانه، دنیا، طعام، نوش و نعمت دنیا هیچ قدری نداشت مگر اینها به استغفار و به طاعت خدا مشغول بودند. ابو هریره هم یکی از این نفرها به شمار می رفت. ابو هریره را شاید که من چندین حکایه هاش به شما گفته باشم، لیکن راوی این حدیثی که الحال به شما تحلیل میکنم خود ابو هریره هست. میخوام که باز کم توجه شما را به سوی ابو هریره روانه بسازم. ابو هریره میگوید از پدرم دیده، از مادرم دیده، از همه یار رفیقی که در دنیا داشتم پیغمبر خدا را زیادتر دوست می داشتم و برای پیغمبر خدا هر لحظه تیار بودم که جان ما در راه خدا فدا کنم و دائم پاسبانی نزد دروازه پیغمبر خدا را به عهده می گرفتم. میگوید مادرم مشرک بود،
یعنی مادرش و پیغمبر ایمان نداشت، به یگانگی خدا اعتقاد نداشت، مشرکه بود. هر باره که دعوتش میکردم مادر اسلام را قبول کن، قبول نمیکرد. باره میگد گفتم مادر، گفتم اسلام چی دینی پاکیزه هست و خداوند در قرآنش خبر میدهد که هر کسی که چنگ زننده اسلام باشد هم در دنیا و هم در آخرت و عزتش بلند می شود. مادر اسلام را قبول کن. بجای آنه که اسلام را قبول کند این مادر من چنان حرفهای زد نسبت پیغمبر خدا که دیگر من طاقت نکردم. پیغمبر خدا را دشنام داد، حرفهای بیجا گفت، دیگر در خانه طاقت نکردم. چشمهام پر از آب نزد رسول اکرم حاضر شدم و پیغمبر خدا حال بیان کردم. گفتم یا رسول الله، الحال با مادر خود هم صحبت شدم، چندین بارها دعوت میکردم، چیزی نمیگفت، قبول نمیکرد، لیکن امروز بزم آنه که قبول کند باز چندین حرفهای بیجا و دشمانهای زیاده در حق شما کردن. این حکایت در کتاب حکایت صحابه میگذرد، در بخاری هم میگذرد. پیغمبر خدا چی می شود که در حق مادر من دعا کنی تا که خداوند او را به اسلام مشرف بگرداند؟ رسول الله میگد که مرا بسیار که دوست می داشت، به نهایت احترام میکرد و ایمان من ایمان صدقی که بود در حال دستش برداشت و گفت اللهم اهدی ابو هریره رضی الله عنه. خدایا پروردگارا صدای محمد را اگر میشنیدگی باشی مادر ابو هریره را هدایت کن. پیغمبر خدا دعا کرده. ابو هریره میگوید همراه پیغمبر خدا من هم دستم برداشتم، در چهره خود مالیدم و باوری کامل هم داشتم که دعای پیغمبر خدا به اجابت میرسد. یک زمان نزد پیغمبر نشستم و به سوی خانه خود رهسپار شدم. وقتی نزد دروازه من رسیدم ابو هریره میگوید نگاه کردم که دروازه از داخل بند است. فریاد زدم مادر در را بگشا. با یک صدای مهربانانه ای که این صدا را بار من شنیده نبودم از داخل میگه فریاد زد ابو هریره فرزند من کمی انتظاری بکش، الحال من دروازه تو را گشاده میکنم. وقتی گوش انداختم آوازی ریختن آب می آمد. فهمیدم که مادرم غسل دارد، آبازی دارد و نیت اسلام را قبول کردن دارد. وقتی میگد صدای آب که تمام شد دروازه گشاده شد میگد و مادرم میگد و مجرد که رسول اکرم دعا که کرده بود در دلش همون نور ایمان دیگر تجلی میزد، جوش میزد. لباسهاش میگه با همو بدنهای ترش این مادرم پوشید، حتی چنان دوید میگد که روی مالش میگه فراموش کرد بالای سرش پرتاید. نزد من دید ابو هریره گفت دیگر بر من هیچ صدای ناکرده و اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسول را بیان کرد. ابو هریره میگد شاید که در حیاتم این چنین خرسندی را دیگر یاد نداشته باشم. چگونه ای که برای بی اسلامی و بی ایمانی مادرم گریان بودم، برای ایمان قبول کردنش از اون دیده با زیادتر گریه کردم و با این گریه شادیانه هم نزد پیغمبر خدا حاضر شدم. پیغمبر خدا مادرم ایمانی بر خدا آورد، ایمانی بر پیغمبر خدا آورد. رسول الله شاد شدن از این بشارت من و ابو هریره میگوید کدام مرد و زنی مسلمانی که اگر نام ابو هریره را میشنود در حال عاشق ابو هریره میشود. راوی این حدیث میگوید من از ابو هریره پرسیدم چرا که کسی صدای نام تو را بشنود و عاشق تو میشود؟ گفت وقتی که مادر من ایمان آورد از پیغمبر خدا باز درخواست کردم یا رسول الله یک دعای دیگر از تو تمنا دارم، دعا کن که مرا
و محبت مادر مرا در دل تمام مرد و زن مسلمان خدایا جایگیر بگرداند. رسول الله باز دست خدا میگه پهن کردن اللهم حبب عبیدک هذا و امه علی کل مؤمن و المؤمنه. پیغمبر خدا گفت خدایا محبوب بگردان این ابو هریره مرا و مادر او را در تمام دل بندگان من، خواه مرد باشند خواه زن. این دعای پیغمبر میگه در حقی من قبول شد، تمام مرد و زن مرا دوست می‌دارد. باور که من اونقدر حدیثی از ابو هریره زیاد نمیدانستم، لکن همین را غایبانه والله که دوستش می‌داشتم. امروز همون وقتی که در کتاب کشادم نگاه کردم، همون لحظه های اولی حدیث خوانیان به یادم آمد که من همین کس نمی‌شناختم، نمیدانستم. اینقدر تاریخش که امروز میخوانم، لکن بزم همین محبت همون در دل ما جای گرفتگی بود. همین حضرت که قصه های زیاد دارد، من میخوام همین حدیثش به شما تعلیل کنم. گفتن رسول اکرم روز قرآن را کشاد و سوره زلزله که ما و شما میگویم زمین جنبی، همین سوره زلزله که در پاره سیومی از قرآن است، حضرت میگد یک آیت این از آیت 4 تلاوت کرد. چی گفت؟ یومئذ تحدث اخبارها ثم قال اتدرون ما اخبارها. همین آیت خوان. این آیت چی معنا دارد؟ روز قیامت زمین به سخن می آید. زمین اخبار خودش را، خبرهای خودش را با امر خداوند به خداوند خبر می دهد. رسول الله میگه گشته گفتن آیا میدانین که زمین چه اخبار می دهد؟ زمین چی خبر می دهد؟ آیا میدانین؟ قالوا الله و رسول اعلم. همگی ابو هریره میگوید همگی ما نشسته بودیم گفتیم خدا و پیغمبر او داناست که زمین در نزد خدا روز قیامت چی شاهدی میداده باشد. رسول الله گفتن فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد و امة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه اخبارها. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. لیکن بی نهایت بوی خوب داشت. بعدو گفتم که مشکی یا عبیری کی از بوی دلاویزی تو مستم؟ تو مشک هستی یا عبیر هستی؟ بالای هیچ مانندی به خاک هیچ مانندی نداری. بگفتا من گلی ناچیز بودم. سعدی گفت آگاه باش که من نه مشک هستم نه عبیر هستم، بلکه من یک خاک مقرری هستم، یک لای عادی هستم، ولیکن مدت با گل نشستم. این بوی خوشی که از من میبینی حضرت گفتند سبب اون دارد که این بوی خوشی که من دارم در زمانهای پیش برای تیار کردن گلاب، یعنی برای تیار کردن عطر، در یک دیگ سرپوشه میگذاشتند و اطراف همان سرپوشه را با لایه ها محکم میکردند، با لای محکم میکردند تا که حول او بیرون نشود. این لایه که در دست سعدی زد، این همون همون میپوشاندگی اطراف سرپوشه همون گلاب بود. گو من لای مقرری بودم، لیکن مدت با گل نشستم، جمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که هستم. من همون تأثیر خوشبویی همون دیگ در وجود من رسید و این خوشبویی را من از همون جا حاصل کردم و الا من یک خاک مقرری هستم. مقصد حضرت سعدی چی هست؟ مقصدش حدیث پیغمبری خداست. پیغمبری خدا میگوید مثل جلیس صالح
كمثل العطار إن لم يعطيك من عطر أصابك من ريح. پیغمبر گفتند همنشین با آدمی نیک، با آدمی خوب، با عالم، همنشین در صحبت امر معروف و نهی از منکر مثل دکان عطر فروش است. این لم یعطیک من عطر اصابک من ریح. اگر چنده که دکان فروش عطر به تو عطا هم که نکند، از بوی خوش او تو استفاده میکنی. اگر چنده که شما علم دامولا را گرفته هم که نتانین، لکن از صحبت او بهره میبرید، از صحبت او شما فایده میکنید. از این خاطر چی میگوید مولوی؟ از این گویم به نیکان زود آمیز. مادامی فهمیدی که همنشینی با آدم خوب، همنشین در مجلسی نیک اینقدر جزای نیک داشته باشد، از این گویم به نیکان زود آمیز. اگر پا داری از بد دور بگریز. اگر نصیحت مولوی را گوش کنید، میگوید مادامی که اگر این صحبت ها را که شما درک کرده باشین، از نزد علما دور نروین، در دایره اونها جمع شوین. اگر پا داری از بد دور بگریز. لیکن اگر خدا به تو پای دوان داده باشد، پای درست داده باشد، اگر مجلسی آدمهای ناخوب و پلید و بدکردار و بدگفتار و بد اصل را وقتی که دیدین، شما باید ترک کنین. گفتند زی صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، زی نیکان شهد نوش از بد مخور تیر. زیرا میگوید که صحبت تأثیر دارد. صحبت عالم به خودش تأثیر دارد، صحبت فاسق به خودش تأثیر دارد. زی صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، زی نیکان شهد نوش از بد مخور تیر. کی زخمی تیری بد آرد هلاکی، بگردان از خبیثان رو به پاکی. زگردی دامنی پاکان شوی پاک، دکانی صابونت اینجا مجو زاک. حضرت میگوید این مجلس، این مسجد، این مجلس امر معروف، این ماهیت صابون را دارد. صابون چگونه که چرک بدن تازه میکند، این امر معروف و این نهی منکر گناههای شما را میشود و نابود میکند، شسته نابود میکند. حضرت سفیان ثوری چی میگوید؟ میگوید النظر الى وجه الاحمق خطیئة مکتوبة. حضرت گفتند من به شما مثل پیغمبر خدا نصیحت میکنم که هیچگاه به آدمهای احمق یار و رفیق نشوید. هیچگاه به آدمی که دزد باشد، دروغگو باشد، زناکار باشد، بینماز باشد، از خدای خود منکر باشد، با اینها واصل نشوید، با اینها نزدیک نشوید. گفتند حتی سفیان ثوری گفتند النظر الی وجه الاحمق، نظر کردن به این طایفه هایی که الحال من نام گرفتم. حضرت گفتند خطایی هست که گناه هست که خدا این در نامه اعمال شما می نویسد، حتی نگاه کردن به چهره اونها. زیرا که صحبت آدم های بد به فرزند حضرت نوح کنعان چی داد؟ پسری نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. سگ مردم شد، برای پی نیکان گرفت. لیکن فرزند نوح کنعان وقتی صحبت ناخوب برای خود اختیار کرد، از امر خدای پدری خود، خدای جهانیان وقتی که روی گردانید،
خداوند وی را از خاندان حضرت نوح، از فرزندی حضرت نوح خط زد، گفت این از خاندان تو نیست. با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتابی بر این بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. این حضرت ها بیهوده نگفتند. صحبت های آدم ناخوب برای خود اختیار نکنین، این صحبت بهترین صحبت برای شماست. الحمدلله که حکمای ما و شما میگویند مقاطعت الاحمق قربان الی الله. کسی که اگر از آدم ناخوب، از مجلس پلید وقتی که پشت میگرداند، معنای چی را دارد؟ قربان الی الله. وی قریبی به درگاه پروردگار شده است. تا زمانی که وی در این معرکه افلاس اشتراک دارد، وی در درگاه خدا هیچ قدر و قیمت ندارد. وقتی این مجلس ترک میکند، وقتی که این مجلس ما را انتخاب میکند، وی به سوی خدا نزدیک میشود، وی در نزد خدا منزلت پیدا میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. صدق الله العظیم. خداوند در سوره آل عمران در آیت 110 این برای ما و شما گوشزد میکند، خبر میدهد. چی میگوید؟ میگوید ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، پیش از پیغمبری شما هم پیغمبرهای زیاد آمدگی هست، لیکن در قدر و در منزلت شما از همه امتهای پیشین دیده برتری دارید، افضلیتی دارید. شما در نزد من مکرمتر هستید ای امت محمد. برای چی؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. زیرا که شما ای امت محمد در بین خودتان، در معرکه های خودتان، در خانه های خودتان دائم امر معروف و نهی از منکر دارین. به خاطر امر معروف و نهی از منکر شما نسبت به همه پیغمبرهای گذشته شما بهتر هستید. یعنی امت محمد بهترین امت به حساب می رود. حتی رسول اکرم بینید فضیلت امر معروف به ما و شما چی میگوید؟ میگوید لا یقعد قوم یذکرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکه و غشیتهم الرحمه و نزلت علیهم السکینه و ذکرهم الله فی من عنده. رواه مسلم. پیغمبری خدا گفتند ای امت من، وقتی شما در اطراف یک داملا جمع می شوید یا وقتی که شما در اطراف دسترخوان خانه جمع می شوید و آغاز صحبتتان از امر معروف و نهی منکر می شود، یقین دانین که حفتهم الملائکه، خانه شما را ملائکه ها محاصره می کنند. ملائکه های رحمت خدا اطراف خانه شما را محاصره می کنند، جمع می شوند. و غشیتهم الرحمه، بالای خاندان شما تا داخل خانه شما مثل باران رحمت خداوندی می ریزد. و نزلت علیهم السکینه، و دلهای شما چه یک آرامش پیدا می کند. پیغمبری خدا گفتند و ذکرهم الله فی من عنده. بزرگی شما، گفت پیغمبر، در این است که نام به نام شما را خدای مبارک در نزد ملائکه ها یاد میکند که فلانی ابن فلانی امروز در معرکه امر معروف و نهی از منکر اشتراک دارد. نام به نام فلانی ابن فلانی. خوش به حال همه شما که امروز نام شما در نزد خدا یک و یگانه صدا داده ایستاده است. زیرا خدای ما و شما چی میگوید؟ انا معه اذا ذکرتنی، من همراه آن بنده هستم که
در یاد من باشد، در مجلسی خیر باشد، اون زمان من در یاد اونها هستم، اون زمان من هم اونها را یادآوری میکنم. خیرا منهم و اکبر، از شما دیده بهتر من شما را یاد میکنم و در بین جمعیت خیلی کلانی از ملائکه ها شما را یادآوری میکنم. این است دیگر فضیلتی که از امر معروف و نهی از منکر است. حدیثی که من بر شما خوانده بودم که وی به انجام رسانده نتوانستیم جمعه پیشین، این راویش حضرت عایشه صدیقه بود، مادر ما و شما بود، که پیغمبر خدا گفته بود است انه خلق کل انسان بنی آدم من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل. همه شما ای فرزند آدم از 360 رگ و پیوند عبارت هستین، گفت پیغمبر. فمن کبر الله و حمد الله و سبح الله و هلل الله و استغفر الله، کدام از شما ای بندگان خدا، پیغمبر میگوید، اگر یک بار بگوید الله اکبر، یا بگوید سبحان الله، یا بگوید الحمدلله، یا بگوید لا اله الا الله، یا بگوید استغفر الله، یا چیکار کنید؟ او عزل حجرا عن طریق الناس، یا از قد راه یک سنگ را بیراه کنید، او شوکتا، یا یک خار را از قد راه بیراه کردین، او عظما عن طریق الناس، یا یک استخوان در قد راه پرتافته بود و یا بیراه کردین. من فضیلت راه را تازه کردن شد در کسیت پیشین، در جمعه پیشین قصه از شیخ منصور برای شما آورده بودم که چه منزلتی کلان داشت. رسول اکرم گفت وقتی اینها را شما انجام میدهین این چی منزلت دارد؟ او امر بالمعروف و نهی عن المنکر، یا اینکه کدام از شما امر معروف و نهی منکر میکند، عدد 60 و 300 فانه یمسی یومئذ و قد ضحضح نفسه عن النار، رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند یک بار تکبیر شما، یا یک بار تسبیح شما، یا یک بار تحلیل شما، یا یک سنگ را که از شما از راه بیراه کردید، یا یک بار امر معروف و نهی از منکر میکنید، مادامی که بدن شما از 360 رگ پیوند عبارت است، از این خاطر شما در نزد خداوند چنان حساب کرده می شوید که گویا که امروز 360 بار امر معروف کرده باشید، شما 360 بار نهی منکر کرده باشید، شما 360 بار الله اکبر گفته باشید، اگرچه یک بارم که شما با زبان خود بگید. انشاءالله این مجلسی که اگر از 2 جمعه هم که عبارت باشد، این ما و شما با 360 جمعه ضرب میکنیم، همچنان در نزد خدا ثواب میگیریم که 360 جمعه را ما و شما با امر معروف و نهی از منکر چیکار کردیم؟ انجام دادیم. لیکن متاسفانه امروز بسیاری از بندگان خدا از امر معروف و نهی از منکر روی میگردانند. امروز امر معروف و نهی منکر را نمیخواهند، حتی که امر معروف و نهی منکر میکردگی را هم بد میبینند. چگونه ای که حضرت حذیفه میگوید سیأتی علی الناس زمان یکون فیهم جیفة حمار احب الیه من مؤمن یأمرهم و ینهاهم. زمان می شود، گو حضرت حذیفه، در بالای امت محمد که برای این مردم در اطراف یک خری که مردگی باشد و بویناک باشد در اطراف او نشسته، برای اونها بهتر است از اینکه
یک شخص امر معروف و نهی از منکر کند. زمان می شود گفت حضرت حذیفه این خر مردگی و این خر بویناک همون معرکه های هستند که از اون تربیه ما و شما ویران می شود، اخلاق ما و شما فاسد می شود، ذهن ما و شما دیگرگون می شود، طبیعت ما و شما خیره می شود. انا همین روز انا همون معرکه برای ما و شما محبوب تر است از اونی که در معرکه های ما و شما امر معروف و نهی از منکر کرده شود. زین خاطر در کتاب درة الناصحین پیغمبر خدا که صاحب این کتاب روایت میکند میگوید پیغمبر خدا گفتند سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقهاء. پیغمبر ما و شما از باب معجزات گپ زده بوده است. چی گفته بوده است؟ زمان بالای همین امت من می آید که چگونه امت می شود یفرون من العلماء والفقهاء، از علمای خود از دانشمندهای خود می گریزند. زمان می شود فیبتلیهم الله تعالی بثلاث بلیات. پیغمبر خدا گفتند وقتی این زمان بالای امت من آمد من بر این امت خبر می دهم که سه بلا را مبتلا در سه بلا مبتلا می شود. وقتی از علمای خود می گریزند، وقتی از دانشمندهای خود می گریزند، وقتی که از معرکه امر معروف و نهی از منکر که می گریزند، اینها را خداوند به سه بلا گرفتار می کرده است. این چی بلا باشد؟ گوش می اندازیم به سخن پیغمبر. یرفع برکت من کسبهم. پیغمبر گفتند یکم ضربه که بر این طایفه می رسد این است که برکات خدا از کسب او می بردارد. اگر شبان روزن سال و ماه که اگر کار کند وی صاحب نان نمی شود، وی صاحب خانه آباد نمی شود، وی هیچگاه وقتی خوش را دیراب نمی کند، زیرا که برکات اون جمعیت، برکات اون شهر خداوند برداشت. به سبب چی؟ به سببی که امر معروف و نهی از منکر در اون شهر صدا نمی دهد، به سبب آنه که مردم اون شهر همه محبوب دنیا شدند. دوم بلایی که خداوند با این سبب بر بندگان میارد چی هست؟ یسلط الله علیهم سلطانا ظالما. پیغمبر گفتند که وقتی که این مردم نافار امر معروف شد، دیگر در معرکه های اینها فقط گپ دنیا باشد، معامله دنیا باشد، گپ خدا و پیغمبر، سخن خدا و پیغمبر وقتی صدا نداد، بر بالای این طایفه خداوند پادشاه ظالم را حکمران میگرداند، زیرا که این طایفه خود ظالم است و اینها شایسته چنین ظالم دارند. سوم، در بعض کتب میگوید پیغمبر خدا از گفتن سیوم بلا کمی توقف کردند، نگفتند، زیرا بسیار بلای مشکلی بوده است که رسول اکرم بعد مدت گفتند کسانی که در دنیا امر معروف نمیخواهند، نهی منکر نمیخواهند، از امر معروف و نهی منکر میگریزند، یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، از دنیا خارج میشوند. در چی صورت؟ در حالتی که با خود ایمان ندارند. وای به حال همون قبیله، وای به حال همون قشلاق، وای به حال همون شهری که در او مردم از امر معروف و نهی از منکر گریزند. وقتی که گریختند معنای او را دارد که اینها از ایمان خود میگریزند، اینها در آخرت ایمان نمیبرند. ایمان چی چیزی قیمت است، چی گوهر نایابی هست، چی یک حمایتگر
برای تمام مردم مسلمان هست، برای همه بندگان خدا. در نزد خداوند یگانه چیزی که حمایه میکند این ایمان ما و شما هست. کسی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ و از کس نترسید. خواجه جندی را که بسیار عالم کلام بودند و شاگردهای خیلی زیاد داشتند، یک روز میگوید یک شخصی نزد وی آمد و گفت ای خواجه جندی، تو بهتر هستی یا سگ بهتر است؟ چه یک سوال قبیح هست نسبت یک دانشمند کلان، نسبت یک شیخی خیلی مشهور. کسی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ و از کس نترسید؟ مریدانش دویدن آشکاره که تا آنجا کنندش پاره پاره. به یک جا جمع کرد آن جمله را پیر، بگفتا نیستم آگاه ز تقدیر. حضرت میگوید وقتی که این سوال از جانب اون مرد شد، تمام شاگردهای خواجه جندی از جای خود خیستند و حمله به سوی همان سوال دهنده کردند که استاد ما را میگویی تو بهتر است یا سگ بهتر است؟ حضرت چی گفتند؟ شاگردها را در یک کنار جمع کرد و به سوی اون مرد گفت نیم آگاه ز تقدیر، من از تقدیر خود، از ازلیات خود خبر ندارم. گر از اوباش ره ایمان برم من، گر از اوباش ره ایمان برم من، که من از آن سگ بهترم من. یعنی وقتی که اگر من از سگ در حالت بهتر هستم، از سگ دیده قدر من اون حالت دیده بلند هست که اگر من ایمانی با همراهی خود ببرم، اگر همراه من ایمان باشد، اون حالت در من چی هستم؟ از این سگی که این مرد سوال کرد من بهتر هستم. و اگر ایمان نخواهم برد ز اوباش، چموی بودم من در سگ کاش. حضرت گفتن اگر من ایمانی با همراهی خود نبرم، قسم به خدا گفتن سگ از من با قدرتر است. کاش که من موی سگ باشم، موی بدن سگ باشم. یعنی از سگ هم دیده من در نزد خدا قدرم و قیمتم پستر است. البته کسانی که ایمان همراه خود نمیبرند، چه عذاب و چه مشقت برای اونها در آخرت است. حتی اگر سوره عمه میگوی ما و شما، پاره 30 از قرآن، اولی اون سوره چی میگوید؟ وقتی کافرها را بینین و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، وقتی عذابهای بی ایمانها را میبینن، وقتی عذاب میبینن که آدم بی ایمان چه عذابهای هر رنگه و دیگرگون را میبینن، چی میگفتن؟ خدایا کاش که ما را خاک میگردانیدی و کافر نمیکردی. میگوید حتی در روز قیامت حیوان از حیوان انتقام میگیرد. همون حیوانی که در دنیا شاخ داشت، حیوانی بی شاخ زده باشد، وقتی همون شاخدار و بی شاخ خدا حاضر میکند و این انتقام از شاخدار که میگیرد، بعد این حیوانها دعا میکردند که خدایا اکنون ما را خاک بگردان. خداوند این حیوانهایی که در دنیا وجود دارن، همه اینها را در قیامت به خاک مبدل میگردانیده است. وقتی کافرها که میگوید این خاک شدن حیوانها را که میدیدند، و چی میگفتند؟ پروردگارا ما را حیوان بگردان یا ما را خاک بگردان. لیکن اون صورت دیگر دعای اونها قبول نمی شود. دعای کسی که از دنیا به ایمان رفت، وای چی هست؟ وای در نزد خدا البته عذاب دردناک می کشد. این از کسانی که در دنیا از امر معروف و نهی از منکر روی می گردانند.
حضرت مولوی جنونی خدا رحمتش کند برای کسانی که از امر معروف می گریزند، امر معروف برای خود یک معرکه خوب نمی دانند، یک نظم می آرد. می گوید زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، به فردا حشر سازم زشت و اعما. کسانی که در دنیا اگر از قرآن رو می گردانند، کسانی که در دنیا از عبادت خدا رو می گردانند، کسانی که در دنیا از امر معروف و نهی از منکر روی می گردانند، به فردا حشر سازم زشت و اعما. قیامت اینها چه قیامت دهشتناکی هست خدا می گوید. و اینها وقتی که از خاک سر می بردارند نابینا هستند. زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، به فردا حشر سازم زشت و اعما. زی زیر خاک خیزد دیده اش کور، سیاه گشته دلش چون لیل بی نور. کند ناله همین بنده به مولا، که حکمت چیست چشمم کرده اعما. این بنده ای که از خاک سر می بردارد و چشمهای نابینا دارد، باز ناله می کرد از خدایا چرا که به دنیا داشتم دو چشم بینا، بکردی کورش ای دارنده من، ای دارنده من، ای ذات پاک. من به دنیا چشمهای بینا داشتم، چرا اینها را تو کور کردی؟ خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز و گویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی. به دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. این خداوند وقتی این ندایی که از جانب این مرد اعما، مرد نابینا می شده است که خدایا آخی من در دنیا چشم بینا داشتم، پای روا داشتم، زبان گویا داشتم، چرا امروز اینها کار نمی کنند؟ چرا چشم من نابینا هست؟ خدا می گفت است که مادامی که تو در دنیا مرا فراموش کردی، در دنیا این برای این مجلس من پشت گردانیدی، چه هست؟ امروز ما هم تو را فراموش کردی، امروز تو از رحمت من ناامید هستی. حضرت ابو هریره را قصه میکنند که روزی میگوید به بازار آمدن نگاه کردند که بازار بی نهایت در بزم و جوش است، یعنی همه سوداگرها مال خود سودا میکنند. حضرت فریاد زدند، ای مردم بازار، گفتند چرا شما با مسجد پیغمبر نمی روید تا که میراث پیغمبر از میراث پیغمبر برخوردار شوید؟ در مسجد پیغمبر خدا میراث پیغمبر تقسیم شده ایستاده است. مردم بازار فکر کردند که از پیغمبر خدا مال زیاد باقی مانده است. همه دوان میگوید به مسجد آمدن یک زمانی در مسجد نگاه کردند، توقف کردند، دیدند که چیزی در مسجد پیغمبر خدا تقسیم نمی شود. پس گشته آمدن به بازار، گفتند ابو هریره ما مسجد پیغمبر رفتیم لیکن چیزی از میراث پیغمبر ندیدیم. حضرت ابو هریره گفتند آیا در مسجد پیغمبر خدا هیچ نفری نبود؟ گفت مردم زیاد بود، یک قسم آنها قرآن می‌خواندند، یک قسم آنها ذکر خدا می‌کردند، یک قسم آنها امر معروف و نهی از منکر می‌کردند. ابو هریره گفتند وای به حال شما، از پیغمبر خدا درهم و دینار باقی نمان، از پیغمبر خدا انا همین مجلس خیر باقی مان، انا همین قرآن خواندن باقی مان، انا همین ذکر گفتن باقی مان، انا همین امر معروف و نهی از منکر باقی مان، انا همین از میراث پیغمبر. حضرت داوود
پدر حضرت سلیمان در مناجات خود گفته بود است: الهی اذا رأیتنی اجاوز مجالس الذاکرین الى مجالس الغافلین فاکسر رجلی فانها نعمة. حضرت داوود به سوی خدای خود پیغمبر است مناجات کرده بود از پروردگارا وقتی که در یک پارچه زمین مجلس خیر می رود، یعنی مثل مجلس ما و شما، مجلس امر معروف و نهی از منکر می گذرد. وقتی که اگر من از این مجلس گذر کنم به سوی مجلس غافلا روم، یعنی آدم هایی که در امر معروف و نهی از منکر اشتراک ندارند، اگر این چنین حالت بر من رخ دهد، دعا کرده بود از خداوندا فکسر رجلیه، پایهای مرا شکن، پایهای مرا شکن که من از مجلس امر معروف گذر کنم و به سوی مجلس غافل ها حرکت کنم. و فرزند حضرت داوود حضرت سلیمان قصه میارد که مر سلیمان علیه السلام بعابد من بنی اسرائیل. حضرت سلیمان که فرزند حضرت داوود است میگوید باره به نزد یک شیخ که از بنی اسرائیل بود گذر کردند. حضرت سلیمان ساعتها لشکرش میگذشت، یعنی چی لشکرهای زمینی و چی لشکرهای آسمانی همه گذر میکردند. وقتی گذر کرد این شیخ نگاه کرد و حضرت سلیمان را گفت، حضرت سلیمان گفت خوش به حال تو، لقد اتاک الله ملکا عظیما، چه حالت خوب داری، چه قدر و منزلت خیلی بلند در نزد خدا داری که خداوند این قدر مال زیاد را برای تو نصیب گردانید. ساعتها ملک تو می رود تا حال انجام نیافته است. حضرت سلیمان با این مالداری خود، با این دولتداری خود مغرور ناشیده چی گفتند؟ لتسبیحة فی صحیفة مؤمن خیر مما اعطی ابن داوود. قسم به خدا گفت حضرت سلیمان، ای شیخ گفت یک تسبیحی که تو میگویی، سبحان الله که تو میگویی، یا یک باری که تو میگویی الله اکبر، یا در یک مجلس امر معروف و نهی از منکر که تو اشتراک میکنی، قسم به خدا که از ملک سلیمان دیده این بهتر است. لأن ثواب تسبیح یبقا و ملک سلیمان یفنا. آیا گفت برای چی؟ برای چی گفت مجلس امر معروف؟ برای چی ذکر تو از ملک سلیمان دیده بهتر است؟ برای آنه که ثواب این ذکر، ثواب این مجلس در نامه اعمال نویسانده می شود. لیکن ملک سلیمان یفنا، ملک سلیمان نابود می شود. این ملک که در دست سلیمان بود، پیش در دست دیگر سلیمان هم بود و فردا در دست دیگر سلیمان هم می افتد، لیکن نابود می شود. گفت جهان ای برادر نماند به کس، دل در جهان آفرین بند و بست. مکن تکیه بر ملک دنیا و پوشت، که بسیار همچو تو پرورد و کشت. چو قصد رفتن کند جان پاک، چه بر روی تخت مردن چه بر روی خاک. البته جهان همین است. انشاءالله این صحبت هایی که شما نه این جمعه، نه جمعه پیشین، بلکه هر جمعه که شما می آیید و این صحبت های یک ساعته که شما از آنها بهره می گیرید، گوش می اندازید، اینها برای شما نور هستند. اینها برای شما همه این رحمت هست که در حدیث از پیغمبر خدا
برای شما بیان کردم. حتی رسول اکرم میگوید ما عمل عملا آدمی انجى له من عذاب القبر من ذکر الله تعالی. عذاب قبر گفتم پیغمبر چی مدهش است، چی مشکلات دارد. از همه گفت برای شما مفیدتر و یاردمچی در داخل قبر، پیغمبر خدا گفت انا همین مجلس امر معروف و نهی از منکر است. انشاءالله با این صحبت هایی که الحال کردیم و از فضیلت امر معروف و نهی از منکر ما و شما آگاه شدیم، انشاءالله اینها در نامه اعمال هر کدام ما و شما نویسانده می شود و هر جا که اگر ما و شما باشیم در کدام معرکه های عادیه که حتی به اصطلاح امروزه گویم خدایی هایی که در خاندان ما و شما می شود، یا در یک گوشه ما و شما 3 نفر یا 4 نفر می نشینیم، باید که در بین ما و شما اگرچه از معامله های دنیایی هم که صحبت شود، باید در داخلش امر معروف و نهی از منکر هم صدا دهد. زیرا پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکروا الله تعالی فی الا قاموا عن مثل جیفة الحمار. کدام معرکه‌ای که اگرچه از خراجات های زیاد میکند، معرکه میکند که خیر احسان است، لیکن در داخلش امر معروف نه از منکر ندارد، گویا که همان مردم از گوشت و از پوست یک خری مرده شده استفاده کردند و خلاص، دیگر هیچ ثواب به اون خاندان نمیرسد. هیچ ثواب در همون مجلسی که ما و شما نشستگی هستیم و امر معروف و نهی منکر در او صدا ندهد، از اون مجلس برای ما و شما در روز قیامت مجلس حسرت می شود. مجلسی می شود که ما و شما حسرت می خوریم تا که در دنیا زیادتر گوش می انداختیم، تا که وقتی خودمان بیهوده نمی گذرانیدیم که بعدا برای ما و شما دیگر هیچ فایده ندارد. کسی پرسید از سلطان ابرار شدم در مانده یک امر دشوار، ندانم من سعیدم یا که بدبخت، بهشتیم و یا در عقبه سخت. یک جوان، یک مرد نزد پیغمبر خدا آمده بود است. حضرت مولوی میگوید و پرسان کرده بود از پیغمبر خدا من از تو یک سؤال دارم، نمیدانم که بدبخت هستم یا نیکبخت، نمیدانم که بهشتی هستم یا دوزخی هستم. پیغمبر خدا برای من خبر بده. پیغمبر خدا چی گفته بود است؟ بگو حضرت معالایی به هر دیگ، دلی خود عرضه کن بر صحبتی نیک. اگر مائل شود دل نیک بختی، بکش سوی عزیزان زود رختی. دلت گر صحبتی نیکان نخواهد، بدان که دوزخی سوزان میخواهد. پیغمبر خدا گفتند، این مرد گفتند، این سوال گفتند در یک تجربه گفتند تو میتوانی که مقایسه کنی. برای آنه که تو بفهمی که بدبخت هستی یا نیکبخت، برای آنه که تو بفهمی که دوزخی هستی یا بهشتی، در یک مجلس امر معروف و نهی از منکر رفته اشتراک کن. اگر در امر معروف و نهی از منکر دلی تو تنگ شود، وقتی تو ناخوب شود و در دل تو هر گونه وسواس ها پیدا شود که تیزتر همین امر معروف انجام یابد، یا تر خواب گیرد، یا در خیال تو فکرهای دنیایی دور زند، یقین بدان ای مرد که تو بدبخت هستی و تو دوزخی هستی. لیکن وقتی که اگر در امر معروف و نهی از منکر دل تو نرم شد، ذوق تو زیادتر شد، باز جمعه دیگر را بی طاقتانه انتظاری کشیدی، یقین بدان که تو جنتی هستی، یقین بدان که تو نیکبخت هستی. این پیغمبر خدا کسانی که میخواهن و نمیخواهنشان با امر معروف و نهی از منکر حواله کردند. بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است.
بهترین عملی که در نزد خدا ثواب دارد، اجر دارد، این امر معروف و نهی از منکر است. بسیاری از برادرانی که امروز ماشین های شما بیرون مسجد قرار دارد، شما در مگنیتوفون های خود کسیته های امر معروف استفاده کنید. شما در راه هستین، در سفر هستین، بگذارین آن سرودهای را که به شما هیچ بهبودی پیدا نمیکنند. اگر سرودی که یا شعری که وای معنا داشته باشد، وای به فایده جان شما باشد، به فایده آخرت شما باشد، گوش اندازین، وای غلط نیست. لیکن اکثر وقت از همه شما خواهش میکنم که در ماشین های خود برای کسانی که حتی در نزد شما نشستگی هستند کار کنین امر معروف و نهی از منکر صدا دهند، تا که دلهای شما را روشن میکنند، تا که در کار شما، در اعمال شما، در خاندان شما این امر معروف برکات میارند. و از همه شما که الحمدلله در خاندان شما مگنیتوفون ها دارین، در مگنیتوفون هایی که در خانه ها هست که امروز از تمام خاندان مسلمان آواز سرودهای بلند و حتی معنای اونها را هیچ کدام ما و شما به فهمش نمی رویم صدا می دهند، اونها را شما می توانید که با کسیته های امر معروف و نهی از منکر مبدل بگردانید، تا که دختری تو گوش اندازد، تا که بچه تو گوش اندازد، تا که مادر تو گوش اندازد. شاید که از این سخنها، زیرا این خدا گفت است فذکر فإن الذکر تنفع للمؤمنین، شما به مردم امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، شاید که اونها به خود بیایند، شاید که اونها اصلاح شوند. من باوری دارم که بعد گوش کردن این کسیته ها شما انشاءالله باز اصلاح تر می شوید، باز ایمان شما قوی تر می شود. یکی وقتی که این سخنهای بی معنی و هر یک گونه حجویایی که در کسیته ها جا داده شده است که همه اونها دروغ است، وقتی اونها را شما گوش می اندازین، اونها طبیعت شما را خیره می کند، دلهای شما را تاریک می کند. دل آدم که تاریک شد، دل آدم که سیاه شد، وای گناهگار می شود. وقتی گناهگار شدی تا از رحمت خدا دور می شوی. این است فضیلت امر معروف و نهی از منکر. جمعه آینده خدا خواسته باشد در باب فضیلت، یعنی سوال و جواب های زیاد هست، انشاءالله جمعه آینده به سوال و جواب میگذرانیم و جمعه آیندهش خدا خواسته باشد در باب یعنی حق زنها در شریعت. زن در شریعت چه حق دارد، چه حقوق دارد. از روزی که اسلام آمد حق زنها تا چه اندازه بلند شد و تا اسلام مرتبه زنها چگونه بود. انشاءالله این جمعه آینده نی، جمعه آیندهش زنده و سلامت باشیم با شما صحبت میکنیم. الحال اینجا یک چند برادرها پیغام ها کردن، میخواهم در حق اونها دعا کنیم. یک برادرمان عبدالرحیم بوده است در داروخانه روح‌افزا، این یک مبلغی برای یاردم همین مسجد روان کردند و برادرهایش از دنیا گذشتگی که عبدالصمد و نظرمند، در حق اینها گفتن دعا کنین خدای مهربان این برادرهای عبدالرحیم را رحمت و مغفرت بگرداند، روحشان شاد، قبرهاشون خدای پرنور بگرداند و خود عبدالرحیم را خدایا در عوض این خیر احسانی که برای یاردم مسجد کردن، خدایا در هر یک عوض هر یک درهمش حسنات در نامه اعمالش کتابت کنی. آمین یا رب العالمین. هر جمعه در صندوق خیریه‌ای که داریم 30 سامان و 40 سامان وارد می شود که اینها هم برای آبادانی این مسجد صرف می شود و صرف شده ایستاده است. و یک برادر دیگر هم باز الحال یاردم کردن که نامم میگوید بابای داستی بود، ولی که نامم را عقید نامل خالمراد
سید حامد گذاشته بوده است. سید حامد گذاشته است. اینم برادرم خواستن که در حقشان دعا کنیم. البته اولا خوش به حالشون که همین نامهای داستی و تور و تیشه و همین ها را گم کردن در کار. اینا نام مسلمان نیستند. الحال شما در 70 هم که باشین تغییرشون بدین. شرط نیست که در همون شهادتنامه خط بزنید، بلکه شما پیش یک داملا میرین، نام شما را اعلان میکنند که مثال امروز نام تو داستی نه، بلکه نام تو سید حامد یا نام تو محمود یا نام تو احمد. وقتی همون نام تو را وقتی که گرفت، الکه این نام کتابی می شود و روز قیامت فریاد نام تو به همین نامی که الحال گذاشتن در دنیا، انا همین نام قطعی صدا می دهد. وقتی در قیامت عیب است که وقتی نام فرزند مسلمان و نام مثال داستی و تور و تیشه و یا دیگر زمانه حاضرت نام هایی که برآمده صدا می دهد. این شرمندگی هست. اینا خلاف سنت هستند. اینها را همتون در کجای باشین، شرط نیست که شما آب ضیافتین، میلش دسترسش باشد و اگر دلش چقدر طاقت نکند ضیافت کند، وایم پیش راه شما نمیگیرید. لیکن به ضیافت هم همون نزد داملا آمده یک نامش داملا میگذراند، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. این کرامن کاتبینه که در شانه های ما و شما هستند، اینها میدانند و نام تو را از نام داستی خط میزنند و می نویسند نام این فرزند مسلمان سید حامد است. خداوند خیر احسان هایی که چی در صندوق کردند چی این برادر کرده است و درگاهت مقبول بگردانی و مراد و مطلوب هاشون خدای مهربان حاصل بگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا یک سوال دیگر. السلام علیکم داملای عزیز، از شما خواهش دارم که در حق من دعا کن خداوند یکا و یکتا محبتش را از دل من دور نکند و مرا آرام گرداند. التماس داملای عزیز. خدای مهربان این برادرم خیر کردن و همین دعا را از ما طلب کردن. خداوند تا وقتی که این بنده تو حیات دارد، محبت خودت پیغمبر و اسلامت را در دلش بر دوام نگه بداری و از دایره ایمان و اسلام خدای خارجش نگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا یک سوالی خیلی زیاد است از این برادر. ما با این صحبت داشتیم، انشاءالله جمعه آینده خدا خواسته باشد این سوال را در سوال و جواب من جواب میگردانم. بسیار یک حادثه خیلی ناخوبه و بسیار شرمنده آور برای آدم مسلمان است. باور کن همین روزها وقتی میشنوی که یک اکه با اپه خود ساز گرفته است، یا وقتی میشنوی که یک ملا وای کروش سیاه میکند وای ملا نیست، وقتی نامی وای ملا هست یا نامی وای امام محله هست با دختر همسایه وقتی ساز میگیرد، باور که خیلی انسان غمگین میشود و از ما خواهش میکنند که این طایفه آدم ها را ملامت کنین. باور که من زبانم دیگر عاجز است از ملامت اینها، یعنی زبان من دیگر تاب ملامت اینها را ندارد، اون قدری که خدا اینها را ملامت کردگی است، پیغمبر اینها را ملامت کردگی است. و این یک شرمندگی هست که وقتی آدم نمازخوان، وقتی آدمی که مسجد می آید یا آدمی که با خدا راز می گوید، باز با این عملهای زیشت دست می زند. این عملهای زیشت البته وای از دایره ایمان بیرون میکند، وای کافر است، وای مسلمان نیست. پیغمبر خدا میگوید من زنا او شرب الخمر خرج منه الایمان. کدام از بندگان خدا نام بندگی دارند لیکن زنا میکنند، عرق می نوشند، با این عملهای زیشت دست میزنند، از وجود اینها ایمان برداشته می شود، در وجود اینها دیگر ایمان نیست. از این خاطر از این برادرها خواهش میکنم که جمعه آینده خدا خواسته باشد این سوال شما را البته جواب میگردانم و دیگر سوال هایی که خیلی در نزد ما زیاد شده است همگی را ان شاء الله جمعه آینده جواب میگردانیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا
ثواب امر معروف و نهی از منکر را در نامه اعمال این جمعیت، این گوش کننده ها خدایا کتابت بفرمایی و هر مراد و مطلب هایی که در دل دارند خدایا با فضل خود برآورده بگردانی. خدایا محبت خودت را، پیغمبر و ایمان اسلامت را در دل اهل این جمعیت ما باز هم زیادتر جایگیر بگردانی. گذشتگانی که از ما گذشتند امید دعا و رحمت را دارند، مغفرت را دارند، خدایا اونها را رحمت و مغفرت بگردانی و از این دعای ما روح ایشان را خدایا شاد بگردانی. و فرزند طلب هایی که در این بین جمعیت ما هستند خدایا فرزندهای صالح و سالم نصیب و روزیشان بگردانی. و رهبریتی که امروز بالای سر ما و شماست خدایا این رهبریت عمر دراز و تن صحت و محبت این ملت تاجیک در دلشان جایگیر بگردانی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. برادران عزیز، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم در اطراف و کنار یک آیتی هست که خداوند در سوره توبه آیت 112 برای مؤمنهای کامل 9 خصلت بیان کرده است. رب العالمین میفرمایند که مؤمنهای حقیقی 9 نشانه دارند. من امروز میخواهم در کنار این آیت صحبت داشته باشم تا اینکه برای ما مؤمنها و مسلمانها یک درس خوبی باشد. آیا ما نگاه کنیم که این 9 خصلتی که خداوند برای ما مؤمنها بیان کرده است آیا اینها در حیات ما موجود و پیدا هستند یا نیستند؟ اگر باشند خوشا به حال ما، اگر نباشند ما باید خود را اصلاح کنیم. رب العالمین می فرمایند استعذ بالله التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. صدق الله العظیم. این آیت اشاره به 9 چیز می کند. می فرمایند که مؤمنهای کامل 9 خصلت دارند. یکمین خصلتی که در ابتدای این آیت است رب العالمین گفتند التائبون. مؤمنهای حقیقی توبه کنندگان هستند. انسانهایی که از هر نوع جرم و گناه و معصیت، از هر نوع لغزش و خطا نزد خدا توبه میکنند. گناهاشون تکرارا نیستند. گناهاشون روی هم زم نمیشوند، جمع نمیشوند. مؤمن حقیقی وقتی لغزش خورد، خطا کرد، گناه کرد، در حال پشیمان میشود، در حال به خدا رو میارد، در حال توبه میکند.
و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر ما نعمتهای خدا را بشماریم، عدد کنیم، حساب اونها را به جا آورده نمیتوانیم. بکن شکرانه حق ای برادر، تو را بخشیده است نعمت سراسر. دو چشمی روشنی زیبا کی بخشید؟ دو چشمی روشنی بینا کی بخشید؟ زبانی شیرینی گویا کی بخشید؟ کی بخشید برای تو؟ کی چشم داد میبینی؟ کی برای تو این نعمت ها را بخشید؟ دو دست داد برداری به سویش، دو چشم داد سازی جستجویش. دو پایت داد تا سویش روی راه، زبانت داد هر دم گوی الله. برای غیبت نه، برای دشنام نه، برای تهمت نه، برای منت نه. برای چی؟ برای الله گفتم، برای سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. هر کدومش برای چیزی خلق شده است. پا برای چی؟ برای سوی خدا قدم زدن، سوی اطاعت و بندگی خدا قدم زدن. بنده حقیقی خدا شخصیتی است که این نعمت خدا را میبینه. این نعمتی که امروز داده است، چی از تنی سعد باشه، چی از دارندگی و فرزند، نعمت خدا را میبینه. در برابر این نعمتاش پروردگار شکرگزار است. اگه الحمدلله رب العالمین. ای پروردگار بی نهایت شکر برای تو، چی قدر برای من نیکی و خوبی بخشیده. برایت خاطری شاد و لبی پرخنده میخواهد. عزیزی مهربانی من تو را او بنده میخواهد.
فإن لم یستطع فباللسانه، به دست نمیتوانی، به زبان باید او را نصیحت کنی. بگوی برادر بزرگوار، خیلی کاری بده کرده ساده، کاری گناه داری، این کار کرده ساده نافرمان برداری پروردگار است، این کار کرده ساده آخرش بدبختی و خاری و عذاب جهنم و دوزخ است، این کار نکن. فإن لم یستطع فبقلبه، به زبان گفته نمیتوانی، باید بدیل عملی وی بد ببینی. و ذالک اضعف الایمان، اگر این سه خصلت نداشته باشی برادر بزرگوار، خیلی ایمان ضعیف داشته ای، خیلی ایمانت ایمان بی ارزش و سست و پست بوده ای. وظیفه هر یک مسلمان امر معروف و نهی منکر است برادر عزیز بزرگوار. این وظیفه را حتما باید بجا بیاری. حدی اقل نماز جمعه آمدنی شدی، یک دوست و برادر زنگ بزن، بگو برادر عزیز روز جمعه برات مبارک باشد، خداوند امروز برات روز عبادت و بندگی بگردانه. برادر عزیز که فراموش نکرده باش امروز جمعه هست، بیا نماز جمعه برویم. یا شخصیت در کنارت خواب است و یا از خواب بخیزم، بگو برادر عزیز بخی غسل که سر بدن بشو. برای مسلمان سنت است که هفتش یک بار سر بدنش پاکیزه کنه و به سوی نماز جمعه روه. بخی سر بدن تا بشوده نماز جمعه برویم. امروز روز ذکر و یاد خدا است، امروز روز عبادت و بندگی خدا است. تنها باید نیای به سوی مسجد، حدی اقل شخصیت را همراه مسجد بیاری. و آخرش و حافظون لحدود الله.
جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روایتی که این حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردند که این حدیث متفق علیه است، هم بخاری هم مسلم این حدیث روایت کردند. حضرت می فرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که من انفق زوجین فی سبیل الله ندی فی الجنه یا عبدالله هذا خیر. وقتی هر انسانی که دو چیز در راه خدا می بخشد، دو چیز در راه خدا صدقه می کند، از جنت به سوی این شخصیت فریاد کرده می شده است، فریاد می کردن خدمتگارهای جنت، ملائکه های جنت که ای بنده خدا بسیار کاری خوب کردی، بسیار کاری نیک کردی. یعنی وقتی که انسان از دارندگی داره، چی از مالش باشه، مثلا 2 دینار یا اینکه 2 درهم، یا اینکه از مالش باشه 2 گوسفند، 2 گاو، 2 اسب، 2 شتر، هر چیزی از تواناییش است. یعنی وقتی که 2 چند میبخشه، هر انسانی که وقتی 2 چند در راه خدا میبخشه، این عمل خوب ایره ملائکه های جنت میدیدن، خدمتگارهای جنت میدیدن و اونها میدیدن که این شخصیت به سبب این عملش درجه خود را در جنت بلند کرد، بالا برد، خدا به خدا قریب گرداند، عزیز شد در نظر خدا، در جنت محترم شد، درجهش بالا کرد، شأن و شرفش بالا برد. به سوی این شخصیت گفته میشه ای بنده خدا بسیار کاری خوب کردی. متاسفانه ما امروز یک عادت داریم، اگر در جای به سوی ما گفته شود که برادرها به خاطر خدا شخصیت در مانده است یاردمش کنیم، یا اینکه در جای یاردم لازم از مسجد است، یا اینکه یگان کاری امر خیر از صدقه جاریه می شود، یک چیزی به خاطر خدا ببخشه. ما یک عادت داریم. چه از عادتی ما برادران؟ وقتی پولها را برآوردیم از بین اونها میده چه جدا میکنیم، پولی 50 سومه 100 سومه میده تر باشه، اگر پولی میده نداشته باشه از جیبکش بیرون میکنه. و چی خاطر؟ برای که دلش نمیشه و کسی یعنی زیادتر در راه خدا ببخشه. اکنون ببینه برادر عزیز که این بشارت برای که هست؟ برای انسان‌هایی که در راه خدا، برای نصرت دین خدا، به خاطر خدا، برای دستگیری و یاردم و مدد بنده های خدا اون نفرها 2 چند میبخشند. یعنی دلتنگ نیستند، ممسک نیستند، دارنده هایی که ابوبکرهای دور زمان هستند، عثمان های دور زمان هستند، دارنده هایی که اون سخاوتمندها و جوانمردهای دور زمان هستند. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونها را بشارت دادند که ای بنده خدا چه کاری خوب کردی، غیرت خود، ایمانداری خود، همت خود، جوانمردی خود را، مرد بودن خود را نمایان کردی که به خاطر خدا، به خاطر رضای خدا اون مالی که الله داده بود اون ما را در راه خدا بخشید. بسیار کاری خوب کردی. هر انسانی که در راه خدا وقتی بذل و بخشش می شود دلتنگی نمی کنه، یعنی 2 چند می بخشه. فمن کان من اهل الصلاة دعی من باب الصلاة. وقتی هر انسانی که اهل نماز باشه در روز قیامت از در یکی از درهای جنت نامش باب السلام بوده، یعنی دری که انسانهای نمازخوان از او داخل جنت می شوند. درهای جنت هر کدامشون نام دارن که بعضی بنده های خاص خدا را دعوت میکنن، ای فلانی، ای نمازخوان، بیا من مشتاق تو هستم، من بروی تو کشاده هستم، بیا من تر در آغوشم بگیرم. وقتی انسانی که اهل نماز باشه از اون در نماز به سوی ای فریاد کرده میشه در روزی دشوار و مشقت و مشکل و سخت قیامت که همه به حال خود سرگردانند، همه در غم جان خود هستند، حتی انبیای خدا، پیغمبرهای خدا وای جانم میگویند، نفسی نفسی میگویند. اون روز از این در سلام به سوی اهل نماز گفته میشه ای
نماز خوان، بیا از من داخل جنت شو. برادران بزرگوار من و شما اهل نماز هستیم یا نه؟ متاسفانه نمازهای ما چقدر امروز رنگ و بو ندارند، سراسیمه هستند، به حضور دل نیستند، به خشوع و خضوع و به ترس نیستند. یک عادت داریم ما امروز، میگیم که نماز بخوانم ده تیز خلاص شم. سبحان الله. از چی خلاص میشه؟ از ذکر یاد خدا، از صحبت کردن با پروردگار، از بهترین لحظه حیاتت. قریبترین حالت بنده به ذات الله در سجده هست، در نماز است. از قریبی خدا خود خلاص کردنی هستی. هر انسانی که اهل نماز باشه، نمازخوان حقیقی باشه، نه تنها فقط 5 وقت نماز بخونه، مثل امروز بعضی برادرها برآمدن و سفر مسافر هستیم سنت نمیخوانند. برادر بزرگوار من، این 5 وقت نماز حتمی هست، باید بخوانی. اما غیر از این 5 وقت نماز باید نماز زیادتی داشته باشی، نماز نافله داشته باشی، نماز تهجد داشته باشی. نماز شب و چنان نماز محبوبی هست، دوستداری هست در درگاه خداوند که الله بزرگوار خاصتا برای پیغمبرش محمد صلی الله علیه وسلم، برای حبیبش نماز شب امر کرد. استعذ بالله و من اللیل فتهجد به نافلة لک. ای محمد صلی الله علیه وسلم، شبها خیسته نماز تهجد بخوان. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پروردگارت میخواد که به مقام محمود برسانه، درجت بالاترین ببرداره. از همه محبوب ترین، دوست داشته ترین عبادت ها بعد از نماز فرض نماز شب است. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی دری بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا دری دوست را که شب باز کنند. الله شب در شب باز میکنه. بیا بازا بازا، هر آن چی هستی بازا، گرگبر و یهود و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. بیا قبولت میکنم. اهل نماز انسانی هست که عاشق نماز است، شوق و ذوق به عبادت داره. وقتی قامت داخل مسجد نمیشود، پیشتر مسجد آمده نماز انتظاری میکشه، عاشقانه. چی نوعی که یک عاشق برای دیدار و ملاقات معشوقش در جای رفته منتظر میشه و انتظاری میکشه، عاشق نماز این چنین است. انتظاری وقتی عبادت میشه. و چه خاطر؟ به پروردگارم، به صاحبم، به مولام، به آفریدگارم، به خالقم، به محبوبم، به عزیزترین و بهترین ذاتم صحبت میکنم. الحمدلله رب العالمین. هر انسانی که عاشق نماز است، اهل نماز است، از نماز ناراحت نمی شود. متاسفانه امروزها ما چقدر نمازها را قضا میکنیم، چی به سبب خواب باشه، یا چی به سبب در راه در سفر باشه، در جای کار باشه. امروز چقدر مردم ما نسبت به نماز بی‌پروا هستند. نماز از همه ضرورترین و مهمترین عبادت است. زی معذوری اجازت روزه خوردن، نماز را نیست اجازت تا بمردن. برادر بزرگواری و تا مردن اجازت نداره که نماز قضا کنی. هر انسان یک وقت نماز قضا کرد و اگر قضایی بخوانه، خداوند گناه قضا کردنش نبخشه، در آخرت 600 سال در دوزخ عذابش میکنه. برای یک نماز قضا کردن، قضایی خواندی اما توبه نکردی، خداوند گناه قضا کردن تا نبخشید، 600 سال در دوزخ عذاب میشوی. برادر بزرگواری من، نسبت به نماز بی‌پروا نباش. هر انسانی که اهل نماز باشه در روز قیامت از در نماز به سوی او فریاد میکنه. ای انسان، امروز برای تو دشواری و مشقت نیست، مشکلی نیست، در جنت برای تو باز است، بیا. و من کان من اهل جهاد دعی من باب جهاد. هر انسانی که اهل جهاد باشه او را از در جهاد فریاد کرده می شود. عزیزای خدا می فرمایند که ما 5 نوع جهاد داریم: جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد مالی، جهاد سیاسی و جهاد نظامی.
کلمه جهاد چی معنا؟ متاسفانه امروز جهاد در نظر مردم ما یک چیزی بد شده است. اینها جهاد از جهد گرفته شده است، به معنای سعی کوشش کردن، به سوی خدا قریب شدن، به خداوند خود نزدیک کردن. هر انسانی که در راه طلب علم است، اون در راه خدا هست. هر انسانی که مردم نصیحت میکنه، خیرخواه مردم است، او در راه خدا هست. هر انسانی که مالش در راه خدا، در دین خدا، در خلق خدا میبخشه، او در راه خدا هست. هر انسانی که سیاست مدار است، حقوق خدا و حقوق خلق خدا را پایمال نمیکنه، در راه خدا هست. و آخر شخصیتی که وقت دشمن به سوی او هجوم میکنه، اون انسان بزدل نیست، در جای خود ایستاده میشود، دفاع میکند از دین خود، از آبروی خود، از ناموس خود، از وطن خود. او انسانم در راه خدا هست. هر انسانی که این خصلت ها را داشته باشه، در روز قیامت از در جنت به سوی او فریاد میکنن بیا داخل جنت شو، منتظر نباش، در عذاب باقی نمان. و من کان من اهل صدقه دعی من باب الصدقه. حضرتاً هر انسانی که اهل صدقه باشه، او را از در سخاوتمندها، از در انسانهای صدقه کننده فریاد میکنن که بیا داخل جنت شو. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند که هر روز وقت صبح میدمه، خداوند 2 ملائکه را از عالم بالا بر روی دنیا میفرستاده است، میفرسته رفته در روی دنیا ندا کنه، فریاد کنه. این ملائکه ها می آمدن، یک جمله را میگفتن، فریاد میکردن. جناب پیغمبر غیر انسان ها و جن ها تمامی هستی صدا و فریاد اینها را میشنوند. دعای اونها چی هست؟ فریادشون چی هست؟ یکی از اونها میگه اللهم اعطی منفقا خلفا. پروردگارا انسانی سخاوتمند، جوانمرد، بغیرت، بخشنده، مال او را زیاد بگردان، چقدر برکت در حیاتش بریزان. مالش دوچند بگردان، چقدر زیادتی و برکت در عمر و جان و کسب و کار او بریزان. دیگرش میگه که اللهم اعطی ممسکا تلفا. پروردگارا انسانی ممسک مالش تلف بده، مالش از وی بگیر، مال او را یعنی که از او شخصیت دور بگردان. مولانا میگه گفت پیغامبر دائم بحر پند، 2 ملائک خوش منادی میکنند ای خدایا منفقان را ده خلف و ای خدایا ممسکان را ده تلف. ای خدایا منفقان را سیر دار، هر دیرمشان را عوض ده 100,000. ای خدایا ممسکان را در جهان تو مده الا زیان اندر زیان. نان دهی در راه حق نانت دهند، جان دهی در راه حق جانت دهند. هرچی دادی در راه حق آن توست، آنچه میماند بلای جان توست. یعنی از جانب ملائکه الهی این ندا میشده است ای انسان، ای پروردگار، کسی سخاوتمند است، به غیرت است، جوان مرد است، مال او را زیاد بگردان. پیغمبر بزرگوار میفرمایند که ما نقصد مال من صدقه. مال شما از صدقه دادن، از سخاوتمندی کم نمیشه، بلکه خداوند از فضلش زیادتی را در کسب کار شما میارد. ما سخاوتمندی بلا را از حیات انسان دور میگرداند. سخاوتمندی سبب دوامناک شدن دارندگی یعنی بایگری در حیات انسان میشود. اما بخیلی و ممسکی و دلتنگی سبب میشود که انسان همون نعمت خدا را استفاده برده نمیتواند. فقط زحمتش، محنتش، رنجش، عذابش، دوادوش به این انسان میمانه و اما راحتش دیگه انسان میبره، راحتش در این دنیا دیده نمیتوانه. و این خاطر انسان باید حرکت داشته باشه که مالی که خدا براش داده است از یک حصه، از یک گوشه این مال در راه خدا ببخشه، سخاوتمندی داشته باشه. ما حتی بعض روایت های داریم که در زمان حضرت موسی علیه السلام روایت میکنن قحطی آمده بود، چقدر ناداری آمده بود. یک زنی بیوزنی بود که یک کودک معده شیرخواره داشت، کودک معده شیرخواره داشت. در خانه‌ش هم دارندگیش هم میگه اندک یک پارچه نان داشت که همونا باید میخورد، استفاده میبرد، دیگر چیزی نداشت، ذخیره نداشت. این زن اون پارچه نان برداشت، میگه در دست گرفت،
خواست که بخورش، یعنی استفادهش ببره. همین لحظه بود میگه در خانهش تق تق شد، خسته در کشاد، دید که یک گدای هست، یک انسانی طلبنده هست. گوی بنده خدا گو به حق خدا یگان چیزی برای من ده، یگان چیزی برای من به حق خدا ببخش. این شخصیت اون پارچه نانش هم در دست هست، گدا هم در پیش رو ایستاده است. در تعجب افتاد آیا من این پارچه نان برای شخصیت دیم خودم چیکار میکنم؟ اگر ندیم این شخصیت گو به حق خدا چیزی ببخش. قصه کوتاه این پاره نانش میگه در گدا بخشید، صدقه کرد. گدا گرفت بر آمده رفت. این شخصیت در خانه در آمد دیگر چیزی نداره، کودکش گرسنه هست، حتی در سینه‌اش دیگر شیر باقی نمانده است از گرسنگی. کودکش گرفته این زن از خانه بیرون شد، صحرا رفت. او کمی هیزم جمع میکنم برده در بازار میفروشم، برای خودم یگان طعام و نان میگیرم. وقتی صحرا رفت کودک میگه در گوشه گذاشت، نان هیزم جمع میکرد، از صحرا هیزم جمع میکرد. ناگاه میگه صدای گریه کودکش بلند شد، در گوشش صدای گریه کودک رسید. گشت نگاه کرد که کودکش یک گرگ، یک درنده در دهانش گرفته رفته ایستاده است. از قفای گرگ دو گرفت، سر کرد، چقدر دوید اما گرگ دریال نکرد، کودک گرفت رفت گرگ. این زن در جاش نشست گریه کرد. همین لحظه میگه الله رب العالمین به سوی حضرت جبرائیل علیه السلام امر کرد و ای جبرائیل گفت رفته کودک این زن گفت سالم و سلامت از دهان گرگ گرفته در مادرش بیار برسان. جبرائیل علیه السلام آمد، میگه کودک از دهن گرگ سلامت گرفت آورد و این زن سلام گفت از جانب خداوند. گفت ای زن، گفت رب العالمین برای شما میفرماید که این لقمه دهن گرگ در برابر همون لقمه‌ای که از دهنت برآوردی گدا را دادی در برابر هم گرداندم دادمت. ببین با سخاوتمندی چقدر بلا را از بالای انسان دور میکنه. لقمه دهن گرگ در برابر همون لقمه‌ای که نخوردی از دهن برآورده گدا را دادی، در برابر هم برای تو گردانده داده شد. برای همین برادران بزرگوار من سخاوتمندی فایده های زیادی داره. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی به جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان آوردن، تمامی دارندگیش در راه خدا صرف کردن، تمامی دارندگیش برای یعنی نصرت و پیروزی دین خدا و پیغمبر خدا بخشیدن. امروز ابوبکرهای ما در کجا هستند؟ حضرت ابوبکر به حالتی رسیدن که تمامی هستیش یعنی بایترین شخصیت بودن و در دور و زمانش با نادارترین و کمبغلترین شخصیت شدن. مالش تمامی دارندگیش به یگان چیز باقی مانده در راه خدا بخشید. به حالتی رسید میگه روز از روزها حضرت یک کرته چقدر کهنه داشت در بدن، حتی در آفتاب سوخته بود اون کرتش. در نزد منبر جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشسته بود، جناب پیغمبر خطبه میخواند. حضرت جبرائیل علیه السلام آمد، پایان شد و حضرت جبرائیل به سوی جناب پیغمبر گفتند که یا محمد صلی الله علیه وسلم السلام و یقرئک السلام. ای محمد صلی الله علیه وسلم پروردگار شما را سلام میگه و خداوند به حضرت ابوبکر سلام فرستاده است. وقتی جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سوی حضرت ابوبکر صدیق گفتن که یا ابوبکر ربک یقرئک السلام، ای ابوبکر پروردگار سلامت میگه. حضرت ابوبکر میگه از خرسندی و خوشحالی در نزد منبر هوشش رفته در زمین افتاد. الله سلامت میگه. ببین چی عزت را این شخصیت از خود کرد. الله سلامت میگه. جناب پیغمبر اهل اصحاب فرمید گفت حضرت ابوبکر بیدار کنه، هوشیار کنه، تا اینکه جواب حضرت جبرائیل یعنی نماینده خداوند منتظر جوابش از جواب بگردانه. وقتی هوشیارش کردن تا ای ابوبکر رب پروردگار از تو میپرسه که از این حالت راضی هستی یا نیستی؟ تمامی دارندگی تا تمامی هستی تا در راه خدا در دین خدا بخشیدی؟ حضرت ابوبکر میگه گریه میکرد، فریاد میکرد، میگه من از پروردگارم راضی هستم. یعنی اگرچه نادارم شدم از پروردگار راضی هستم در این حالت. یعنی رضای خدا را از خود کرد، بهترین امت شد. سببش سخاوتمندیش. حضرت عمر، حضرت عثمان، حتی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه میگه روز جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم یعنی در جمعیت چی کمبودی و مشکلی آمده بود، بسوی اهل اصحاب گفتن که آیا هست شخصیتی که امروز ما را دست ما نگیره؟
چقدر این حالت تنگی در بالامون آمده است. میگه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چقدر یعنی دارندگی زیادی آوردن برای حل مشکلات جمعیت بخشیدن. جناب پیغمبر میگه به حد خرسند شدن که آبهای دیدش روان شدن و دست حضرت عثمان گرفته از خانه بیرون شدن. گفتن ای پروردگار، گفتن من از عثمان راضی شدم، تو هم از عثمان راضی بگرد. ای پروردگار، گفتن من از عثمان راضی شدم، تو هم از عثمان راضی شو. یعنی رضای خدا را از خود کردن. اون مال دارندگی خدا داده باشد، در راه خود خدا بخشیدن، بهترین درجه، بالاترین درجه جنت از خود کرد. و این خاطر برای ما و شما برادران بزرگوار من، خصوصا شخصیت های دارنده، ضرور و لازم است که این مالی که خدا داده است در راه خود خدا صرف کنیم تا اینکه سبب برکت حیات مشوه، سبب زیادتی مال مشوه، سبب جواب گفتن روز قیامت مشوه. این مال بود قیامت پرسش داره. رب العالمین میپرسیده که من این اکتسبه و فیما انفق، این مالی که داشتی از کجا به دست آوردی و در کجا صرفش کردی. خدای نخواسته که این دارندگی و مال ما در راه گناه و معصیت و در راه بدی صرف شود که جوابش هم خیلی سخت است. وقتی جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم این چند جمله را گفتن که هر انسانی که اهل همینها باشه اون از این درهای جنت داخل جنت می شود، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدن، گفتن یا رسول الله، گفتن اکنون این معین است، این انیق است که هر انسان، یعنی اهل نماز از در نماز، اهل جهاد از در جهاد، اهل روزه از در روزه که اینجا روزه شما ترک کردیم، انسانی که اهل روزه باشه او از در ریان داخل جنت می شود. روایتی داریم جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم ان فی الجنه باب یقال له الریان، در جنت یک دری هست که نام او ریان است، یدخلون منه الصائمون، از او در ریان انسانهای روزدار داخل جنت می شوند. وقتی روزدارها داخل شدن او در محکم کرده می شود، غیر از روزدارها دیگر یگان نفر از او در داخل جنت شده نمی توانند. یعنی انسانهای روزدار هم، روزه گیرنده هم دری مخصوصی دارند در جنت. نه تنها ما روزه رمضان، تنها باید روزه نافله هم داشته باشیم. جناب پیغمبر روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه می گرفتن که این سنت جناب پیغمبر است، یعنی که از هر ماه 3 روز روزه می گرفتن، روزهای بین ماه. چه خوبی میشه که ما هم این سنت ها را داشته باشیم. روزه برای انسان ثوابت است. این معده که دائم پر است و حرکت میکند و کار میکند، اینم باید یک مهلت انسان باید دم ده، قرارش گذاره تا اینکه اونم راحت باشه. کسی اهل روزه باشه از در ریان داخل جنت میشه. حضرت ابوبکر گفتن یا رسول الله، اکنون این معین شد که هر انسان موافق عملش از همون درهای جنت داخل جنت میشده است. آیا هست شخصیتی که از تمام این چند دره که گفتیم، از تمام درها به سوی او فریاد کرده شود که ای بنده خدا بیا از من داخل جنت شو؟ آیا چنین شخصیت هست که هم در نماز و هم در روزه و هم در سخاوتمندی و هم در جهاد و تمام درهای جنت در روی او گشاده باشند؟ جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم نعم، گفتن آره ای ابوبکر هست. من از خداوند امید دارم که تو از همان جمله هستی ای ابوبکر. ای ابوبکر تو از همان جمله که تمام درهای جنت مشتاقش هستند، طلبگارش هستند، خریدارش هستند، بر روی شخصیت کشاده هستند. تو از همان جمله هستی. یعنی ما و شما هم باشیم برادران بزرگوار من، حرکت داشته باشیم که تمام درهای جنت بر اون کشاده باشه، نه اینکه درهای دوزخ. در روز قیامت ما را فریاد نکنن که ای دروغگو، ای فاسق، ای زیناکار، ای شراب نوش، ای خیانتکار، ای غیبت کننده، ای خیانت کننده. یعنی بنامی بعد ما فریاد نشویم. حتی ما روایت داریم جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت هر انسان خداوند موافق فعلش فریاد میکرده، اون روز دیگه بنامش فریاد نمیکرده. ای بدبختی زیناگر، ای دروغگو که کار دایم فریب کردن مردم بود، ای خیانتکار. یعنی که اون فعلی بعد. اما انسان خوبه، راستگو، ای صادق، ای محسن، ای نیکوکار، ای بنده خوبی خدا، ای انسان محترم، ای با تقوا، به خوبی فریاد کرده میشته. به این خاطر ما و شما باید حرکت کنیم برادران عزیز که از جمله انسانهای خوب خود را بگردانیم و از این کارهای بده که یعنی که گفتیم از اینها خودداری داشته باشیم.